یک خبری خوش. وکیل مدافع و زندانی سیاسی تاجیک بزرگمهر یاروف برنده دیپلم جایزه بین المللی به نام واصلاو هاول عاید به حقوق بشر شد. این بار نخست است که نماینده تاجیکستان به چنین یک مکافات بین المللی سزاوار می گردد. جایزه اول را عالم و محافظ حقوق بشری مردم اویغور الهام توختی و سازمان ابتکار جوانان برای حقوق انسان در منطقه بالکان سزاوار شدند. مؤسسان جایزه به نام واصلاو هاول سازمان حقوق بشر، پیوپل این نایت از جمهوری چک و شورای اروپا می باشند. به برندگان جایزه اول به مبلغ 60,000 یورو سپرده شد. اخیراً وکیل مدافع تاجیک بزرگمهر یاروف برنده جایزه بین المللی به نام فیض‌نسا واحدوف شده بود. این جایزه را در روزهای کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشاو از نام وکیل زندانی تاجیک به برادرش جمشید یاروف سپرده شد.